ویتک یک خرس قهوه‌ای ایرانی بود که در جنگ جهانی دوم به ارتش لهستان خدمت میکرد. اون به سربازا توپ و مهمات میرسون. حتی به اون خرس احترام نظامی هم آموزش داده شده بود. لهستانی ها در سال 1942 اون رو از یک پسر بچه همدانی به ازای 2 قوطی کنسرو خریدن. فرماندهی ارتش به دنبال اطلاع از محبوبیت ویتک تصویر یک خرس حامل گلوله رو به عنوان نماد گروهان 22 توپخانه ارتش انتخاب کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم تعدادی از سربازان این گروهان به عنوان ویتک به اسکاتلند منتقل شدند و در یک روستا به نام هوتن ساکن شدند. حتی به عنوان یادبود از این خرس یک تندیس در اسکاتلند ساخته شد.